شما میایید توی گوگلتون سرچ میکنید اتروم، حالا فرقی هم نداره که روی موبایل باشید یا کامپیوتر. با گزینه بالا سمت راست میتونید زبانتون رو تغییر بدید. با این سمت راست روی پلی میزنید. اینجا ازتون میخواد که ثبت نام کنید. ثبت نام کنید رو میزنید. بعدش 2 تا تیک میاره که اون تیکا رو باید فعال کنید، بهش اجازه دسترسی بدید. نام کاربری هم که اسمی که میخواید توی سایت باش ثبت نام کنید رو میزنید. یه اسم بزنید که مثلا به نظرتون کسی با اون اسم ثبت نام نکرده باشه که ازتون میخواد رمز انتخاب کنید واسه اکانتتون. اینجا یه رمز میزنید، بعدش ثبت نام کنید رو میزنید و وارد سرور که نه همون اکانتی که میتونید سرور بسازید میشید. اینجا ایجاد سرور رو میزنید و الان میخواد بدونید چه سروری براتون بسازه. سرور بدراک میخواد یا جاوا؟ حالا جاوا چیه، بدراک چیه؟ جاوا برای کامپیوتره و بدراک برای گوشیه. ماینکرافت کامپیوتر جاوا و ماینکرافت روی گوشی هم بدراک. اینجا میتونید پروفایل سرورتون رو انتخاب کنید، روی مداد که بزنید این سمت راستش IP و اون یکی هم توضیحاتی که زیر سرورتون میذاره. حالا اینا رو میشه بعداً تغییر داد. ایجاد رو میزنید و میایید توی صفحه سرورتون. الان شما یه سرور دارید، اینجا نوشته آدرس، میتونید اینو کپی کنید و برید توی ماینکرافتتون بزنید. حالا باید چیزای دیگه هم فعال کنید، کرک مثلا. اوکی، اینجا نوشته وانیلا و نسخه. وانیلا رو میزنید و اینجا چیزایی هست مثلا افزونه، اون پایین برای افزونه و افزونه ها اینا، این 3 تا برای بدراکی فقط، دیگه بقیه بالا برای جاوا و بدراک هم که گفتم. حالا افزونه چیه، پلاگین چیه؟ به چی گفتم، افزونه چیه، پلاگین چیه، هر تاشون یکی. اوکی، ماد چیه، پلاگین چیه؟ ماد خب یه چیزی که وسایل‌های جدید، حالا اکثر رو میدونم ولی حالا میگم. ماد خب وسایل جدید به ماینکرافتتون اضافه میکنه. مثلا اگه توی گوگل سرچ کنید ماد براتون بالا میاد و میتونید ببینید دیگه همینطور. ولی پلاگین چیکار میکنه؟ پلاگین خب میاد وسایل خود ماینکرافت رو با کد نویسی تغییر میده. نمیاد وسایل جدید اضافه کنه و با کد نویسی خود وسایل ماینکرافت رو اضافه میکنه. حالا من پیشنهاد میکنم روی پلاگین بریزید، چون اگه روی ماد بریزید دیگه کسی نمیتونه بیاد توی سرور شما جز اونایی که مادی که ریختید رو داشته باشه. مثلا اگه شما یه ماد بریزید توی سرور دیگه کسی نمیتونه بیاد، فقط کسایی که ماد رو دارن میتونن بیان. اوکی، ولی پلاگین نه، چون وسایل خود ماینکرافت با کد نویسی تغییر میکنه، چیزای خود ماینکرافت، اونا رو دیگه همه میتونن بیان. حالا نسخه‌ای که دوست دارید انتخاب کنید. من 1.19.4 رو انتخاب میکنم، چون سوتی دادم. نصب مجدد و بله دوباره نصب کنید رو میزنید. سمت چپ روی سرور میزنید. صفحه رو بزرگ کنم. پایین که بیاید یه IP، همون IP که گفتم اینجا میبینید دیگه شده اسپیگات باک. او راستی یادم رفت، اینجا رو روی اسپیگات باکت انتخاب کنید، چون خیلی پلاگین همون اسپیگات باکت مهمه. اوکی، اسپیگات و باکت. اینجا حالا اسپیگات میاد، یعنی همون اسپیگات باکت. تنظیمات رو میزنید. اینجا پروفایل سرورتون میتونید تغییر بدید، اینم IP سرورتونه، توضیحاتی که زیر سرورتون مینویسه. حالت بقا، خلاقان ماجراجویی و تماشاگر. به چقدر سوتی. ظرفیت، تعدادی کسایی که بتونن بیان توی سرور شما. اگه مثلا 20 نفر باشه، 20 نفر که اومدن توی سرور دیگه کسی نمیتونه بیاد. صلح‌آمیز، آسان، معمولی، درجه سختی و اینا. من میگم بذارید سخت. صلح‌آمیز دیگه مثلا اگه بذارید دیگه مابی مثل کریپر و اینا نیستن. آسان هم بذارید که همون ماینکرافت یعنی همونه ولی آسونه. معمولی هم که معمولیه ولی سختش هم اونقدر سخت نیست. من بازی کردم. لیست سفید. خب لیست سفید رو اگه فعال کنید، کسایی میتونن بیان توی سرور شما که توی لیست اسمشون رو گذاشته باشید و کسی دیگه نمیتونه بیاد توی سرور.
و فقط اونایی که توی لیست اسمشون رو گذاشتید میتونن بیان توی سرور شما. اوکی، حالا این من فعال میکنم، نمیدونم جری که فعال میکنم کرک شده. این کرک شده رو باید فعال کنید اگه اکانت پریمیوم ندارید و کرکید مثلا تیلانچر استفاده میکنید. حالا من از تیلانچر استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم فعال کنید دیگه، چون اکانت پریمیوم اکثرمون اکانت پریمیوم نداریم، واسه همین چون پولیه نداریم دیگه، باید فعالش کنید تا راحت بتونید وارد سرور بشید. بازیکن در برابر بازیکن، یعنی بازیکن‌ها بتونن همدیگه رو بزنن یا نه. حالا پیشنهادی فعال باشه کامنت بلاک ها، اینو حتما فعال کنید، چون اگه اینو غیر فعال کنید دیگه نمیتونید کدی توی ماینکرافت بزنید حتی اگه ادمین باشه. حالا بعضی از کدا میشه ولی کدایی مثل اسپاین پوینت توی کامنت بلاک اینا کار نمیکنه. محافظت بعد از اسپان، مثلا این تعیین میکنه که مثلا پلیر وقتی مرد دوباره زنده شد چند ثانیه دمیج نخوره. من میگم روی 2-3 ثانیه باشه خوبه، چون 2-3 ثانیه اول احتمال داره بعضی موقع باگ بخوره. ریسورس پک مورد نیاز است، این خیلی مهمه. خب اگه اینو فعال کنید هر ریسورسی که روی سرورتون بریزید طرف اگه نریزه نمیتونه بیاد توی سرور. حالا یه رازای دیگه هم هست خیلی مهمه، میتونید کلی کار باش انجام بدید که توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. از اینجا هم که دیگه میتونید ریسورس پک وارد کنید، ریسورس پک خودتون میخواید و اینا. محیط جاوا هم واسه من 17 چون 1.19.4 رو انتخاب کردم. منطقه زمانی هم تهران آسیا. این همون لیست سفیده. خب اینجا رو که کلیک کنید میتونید اسم طرف رو وارد کنید و بیاد توی لیست سفید، و مثلا اگه کسی توی این لیست سفید نباشه نمیتونه بیاد توی سرور شما. حالا اگه دکمه لیست سفید رو فعال نکنید دیگه همه میتونن بیان. اوکی، قسمت ادمین ها هم که اسم خودتون رو وارد کنید، بعد توی سرور میتونید پرواز کنید، نمیدونم سروایو کنید، کریتیو کنید، هر کاری دوست داشتید میتونید توی سرور بکنید چون شما ادمینید. حالا با دکمه F3 و F4 کریتیو میکنه، کد هم داره. بازیکنان مسدود شده هم اینجا میتونید طرف رو مسدود کنید که دیگه نتونه بیاد توی سرور. اوکی، پایین که بیاید ورود به سیستم داره، کنسول داره. مثلا کنسول واسه اینه که خیلی مهمه. خب مثلا سرور الان خاموشه ولی وقتی روشن باشه کنسول هم روشنه و از شما میتونید از توی کنسول کد بزنید توی سرورتون. مثلا میتونید کد بزنید طرف بمیره. اوکی، قسمت افزونه ها هم که همون پلاگین میتونید اینجا پلاگین بریزید. حالا پیشنهاد میکنم فعلا پلاگین نریزید چون بعضی از پلاگین ها خرابن. میتونید حالا پلاگین تست کنید بعد میتونید از قسمت فایل پاکش کنید. پیشنهاد میکنم فعلا پلاگین نریزید، یه بار سرورتون اول استارت بزنید، سرور روشن کنید، بعدش دیگه برید. قسمت فایل هم که اینجا گفتم پلاگین، مثلا روی پلاگین که بزنید پلاگیناتون بالا میاره. حالا فعلا پلاگین روی سرور وجود نداره، وقتی اینجا پلاگین بالا میاره میتونید پلاگین رو حذف کنید. و دوباره سمت چپ که بیاید قسمت فایل ها، ورود به سیستم و راستی. ورود به سیستم ارورهای سرور رو بهتون نشون میده، میگه چه پلاگینی روی سرورتون مشکل داره، چه پلاگینی مشکل نداره رو نمیگه ولی میگه چه پلاگینی مشکل داره. اوکی، قسمت دنیا ها هم میتونید مپی که دلتون میخواد رو از قسمت بارگذاری بریزید روی سرور. حالا بارگذاری رو که بزنید میگه پوشه است یا فشرده هم همون زیپه. اوکی، مثلا اگه پوشه معمولیه میزنید روی پوشه، اگه فشرده است هم همون زیپ میزنید روی همون فشرده. اینجا باید 3 تا مپ باشه ولی چون که سرور تا حالا روشن نشده 2 تا مپ. حالا اون 2 تا مپ یکی مپه، اون 2 تا مپ هم مپ اند و ندره، ولی چون سرور تا حالا روشن نشده فقط همون مپ ورد اصلی هست. اوکی، اینجا هم نسخه های پشتیبان رو که بزنید میزنید اتصال و حساب گوگلتون رو وارد میکنید و شما میتونید مپ های سرورتون رو ذخیره کنید یا خودکار ذخیره کنه براتون. دسترسی ها، این نام کاربری که من زدم و مثلا شما میتونید اسم نام کاربری دوستتون که تو این سایت ثبت نام کرده رو بزنید و دوستتون دسترسی میده. حالا من نام کاربری اکانت قبلیمو میزنم
که به فنا رفت، نمیدونم رمزش یادم رفته. اینجا میتونید دسترسی بدید. بعد دوستتون میتونه بیاد اینجا از این دسترسی ها استفاده کنه. مثلا دسترسی شروع من فعال کردم، حالا خودکار خودش فعاله، من فعال نکردم. خاموش کردن راه اندازی مجدد، یعنی میتونه هم خاموش کنه هم نه میتونه یه دکمه بزنه آبی فکر کنم وقتی سرور روشن باشه میاد، بعد هم خودش خاموش میشه دوباره روشن میشه خودکار. اوکی. قسمت کنسول رو که میتونه کد بزنه، بازیکن هم میتونه بازیکن رو دستکاری کنه، مثلا میتونه بزنه رو بازیکنان، بعدش میتونه اونجا کریتیوشون کنه، سروایوشون کنه و از این. اوکی الان همه چی کامله. اگه لیست سفید رو فعال کردید که میاد تو بازیکنان، میاد تو قسمت لیست سفید اسم خودتون رو میزنید، بعدش سرور رو شروع رو میزنید که روشن شه. از این قسمت آی پی رو کپی میکنید، پایین تر نسخه ای که انتخاب کردید، الان من 1.14 رو انتخاب کردم، میاد توی ماینکرافت مولتی پلیر اد سرور، یه آی پی سروری که زدید رو بهش میدید، پیست میکنید، کنترل وی، اونجا با کنترل وی میتونید پیستش کنید، دان رو میزنید، اینجا سرور پایین اینجا براتون میاره، ولی الان چون خاموشه هیچ نمیتونید برید داخلش. شما شروع که بزنید روشن میشه. یه بار سرور رو روشن کنید، بعد خاموش کنید، بعد دوباره روشن کنید، بعد برید داخلش که مپش واسهتون لود. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگه مشکلی داشتید توی کامنت ها بگید، نظری داشتید، انتقادی داشتید، اگه این آموزش به درتون خورد یا نخورد توی کامنت ها ممنون میشم بگید. لایک سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید چون قرار کلی آموزش‌های خفن بذارم که بتونید روز به روز این سرورتون رو خفن‌تر و خفن‌تر کنید و یه سرور خیلی خفن داشته باشید.